سطر زن در بین زنها چه مقدار است؟ خواهرای عزیز، زن باید در بین همسایه‌هاش، دوگانه‌های خود چه مقداری بدنش پوشاند. اگرچه صاحب مختصر در کتاب کراهت والمرأة تنظر الى المرأة مثل ما ينظر الرجل الى الرجل ای سوا ما بین السرة والرکب میگوید در کتاب کراهت. یعنی زن با زنی بیگانه میتواند همه اعضای بدنش بیند غیر از ناف تا زانشم. متن همین است. اما حضرت امام اعظم صاحب هدایه این قول ترجیح داده است، میگوید که زن باید برای زنی بیگانه غیر از روش و موی سرش و گردن دست تا آرنج دیگر اعضاهاش نشان ندهد. زیرا که خصوصا این زنهای امروزه وقتی که یگان زن زیبا را بدنش ببینن نزد شوهراشان نزد مردهای دیگر در رفته صفت میکنن که فلانی زن بسیار فیگوری خوشرو داشت، فلانی این داشت و داشت گفتن. بنابر همین امروز وبا شده است که زنهای مسلمان حمام میرن، در حمام در بین بسیاری عریان میکنن. این غضب خدا است. مادرای عزیز، اولش که حمام رفتن برای زن منع است. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میگوید من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یدخلن حلیلته الحمام. کسی که ایمانی به خدا، ایمانی به روز قیامت دارد، همسرش دخترش اجازت حمام رفتن ندهد، خصوصا حمامی که عمومی باشد. خوب اگر تاکه باشد باقی ندارد. این بسیار مصیبت است این که رسول اکرم حمام در آمدن با زنها اجازت نمیدهند. وای به حال امروز دخترای مسلمان، زنهای مسلمان که با تگ پلافکه در پلاژها در لب حوضها آبازی میکنند. باور کنید وقتی که شما کمسمالش که حاضر روید یا اینکه لب دریا روید، زنهای مسلمان میبینید، دختری تاجیک میبینید صدقی نام تاجیکی شود با تگ پلافکه و با تگ با بیشی نام داره سینه بندک در بین آدم گذشتی سر راستا گشتیان آبازی کردن. والله اینها مسلمان نیستند. قسم به خدا که اینا کافرند، مسلمان نیستند. پدرای عزیز دختراتان از این را منع کنید. زیرا که من دیدگی میگویم. حضرت عایشه مادرمان نشسته بودند، یک گروه زنها زیارتشان آمدند. حضرت پرسیدند که شما از کجا میشه؟ گفتم ما حج یمن بشیم برای زیارت شما آمدیم. شاید موسم حج بود. حضرت گفتن شما از یمن میشه، شما همون زنهایی هستی که من شنیدم عمومی حمام ها میدراید که زنها یک جای حمام میدراید، شما همون هستی؟ گفتن آره ما همون هستیم. حضرت چی گفتن؟ سمعت رسول الله صلی الله علیه و سلم، من پیغمبر خدا را شنیدم که گفتن ایما امرأة تزع ثيابها فی غیر بیت زوجها، هر زنی که لباس خودش در غیر خانه شوهرش میکشد، و از زن لباس فقط در خانه شوهر عوض کند کشد، نه در غیر خانه شوهر، نه در حمام و در پلیاژ. حضرت چی گفتن؟ این زن خرق الله سترها بینه و بینها، پروردگار پرده خدا بین این و بین این زن بریدگی است. یعنی این زن بنده خدا نیست. چی وعیدیه از این سختره. بنابراین خواهرای اسلامی، اگر حمام رفتنی باشه تنها درایید. اگر حمام عمومی باشد خواهش من از شما این است که نروید، و جای شما نیست. خانه هاتان امروز همه شرایط هست، در خانه هاتان حمام کنید. خوب اکنون باقی مانده سوال ها را باز خدا خواهد در جمعه دیگه میگویم. یک جمعه بعد از آن باز به سوال باز میگردم. باز تاکید میکنم که جمعه آینده صحبت من پیرامون قیام لیل است، نماز تهجد با آداب او، و جمعه بعد بازگشتی به سوالهای شما را جواب دادن میکنم. دعا کنیم پروردگار این برادران اسلامی که این مکتوبها را برای ما ارسال کردند و سبب کتاب بینی و سبب علم حاصل کردنی اونها گشته است، پروردگار به اونها علمی با عمل و ثواب طالب علمی و شنوندگی را نصیب گرداند. خدایا جامعه ما مسلمان ها را همت اسلامی نصیب گردان. خدایا خواهرای ما را، مادرای ما را از این بی حیایی و بی عفتی، از این حمام های برهنه رفتن نگه دار. پروردگارا جوانایی که امروز از ما خواهشی دعا داشتند برای طرف روسیه رفتند، از تو عاجزانه دعا میکنند که اونها را سلامت به منزلشان رسان.
بعد از انجام سفر با دست پر باز به خاندانشان سلامت اونها رو بازگردان. خدایا در این جامعه ما، در این جمهوری عزیز ما، تینجی و آرامی را همیشگی گردان. فیض و برکات پروردگار در این جامعه ما و در این جمهوری ما پروردگار نازل گردان. خدایا این جنگ خان منصوره که امروز برادران مسلمان ما را بیخانه کردی ایستاده است و طفلکان خرسال پاره پاره کردی ایستاده است، چی در فلسطین و چی در عراق، این جنگ را خدایا خاموش گردان. آمین یا رب العالمین. الحمد لله الحمد لله الذي دليل قاطع لوحدانيته الأزلية الأبدية. قل هو الله أحد. وبرهان ساتع لوجود صفاته السرمدية الله الصمد. وحجة لبراءته من التزوج والتزويج. لم يلد ولم يولد. وقياس لائح بنزاهته عن تشبيه الأمثال والأكفاء. ولم يكن له كفوا أحد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رافع السماوات بغير أمد. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله المسمى بمحمود وأحمد، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين إلى الأبد، وعلى الإمامين الهمامين. أيها الناس، ذهبت الأعمار والصحائف بالذنوب سود، وجاء آوان الارتحال من سعة الدنيا إلى ضيق اللحود. بندگان خدا، عمر رفت، هر روزی که میگذرد گشتی از قصر عمر ما کم شده ایستاده است، اما صحیفه اعمال خدا پر از گناه سیاه کردیم. نزدیک آمد وقتی جدا شدن از این دنیای کشاد و رفتن به خانه تنگی قبر نزدیک شد. أتظنون أن زمانكم الماضي يعود؟ آیا گمان میکنی باز روزهای گذشته عمرت باز می آید؟ آیا گمان میکنی که ایام جوانی بازگشت می آید؟ ام تتيقنون أن لا رجوع إلى الله ولا ورود؟ یا که باور داری به پروردگار خود رو فرو نمیشوی؟ بعد از وفات کردن خاک شدن نابود میشوی، زنده شدن نیست؟ برای این بے پروا گناه میکنی؟ هیهات هیهات، کلا والله لتموتن ثم لتبعثن
ثم لتسألن عن القيام والركوع والسجود. هیهات، این خیال خام است. قسم به خدا که روز با مرگ از این عالم میروی و بعد از چند زمانه در روز قیامت در پیشگاه پروردگار خود زنده میشوی و برای هر کاری که در این دنیا کردی، خواه خوب و خواه بد، مکافات میگیری، جزا میگیری. و ما من خطوة خطختونها إلا وعليها وعليكم بها شهید. قسم بخدا هر قدمی که در این عالم میزنی، روز قیامت بر بالای تو خودی قدمهات شاهدی میدهد، خودی دستات شاهدی میدهد، چشمات شاهدی میدهد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. روز قیامت پروردگار بر زبانها مهر میزند، زبانها از گفتار عاجز می آیند و با فرمان پروردگار خود دستها به سخن می درآیند، پاها به سخن می درآیند. هر کاری که در این دنیا کردیم اونها با زبان فصیح در پیشگاه خدا شاهدی می دهند. عزیزان من، همون خدایی که یک پاره گوشت در دهان ما به سخن آورد سخن می گوید، او توانا هست که این دست و پاهای ما را، این رانهای پای ما را روز قیامت به سخن درآورد. ای کسانی که زناگاری میکنید، دانید که این پایهای شما، این رانهای شما بالای شما شاهد است. بارك الله لنا ولكم ما في القرآن ونفعنا وإياكم بما فيه البيان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي